دختر شما همینجا درس میخونن؟ کلاس 5-2 یا 5-3 خانم باقری. من اینجا چون انجمنم همه معلما رو میشناسم. حالا از همه چیزش راضی، اما مدیرش یه کمی بده. شوهرم میگه چون دختر کلاس اوله خودت ببر بیار، منم ماشین زیر پامه و میرم. من پسر بزرگم دارم، نمیاد. لطف داری به خدا. تو هم بهت نمیاد دورت بگردم؟ من دیدم مثلا فکرم دختر جوونی ازدواج نکردی. من ازدواج دوممه. قبلیه رو چرا طلاق گرفتی؟ دورت بگردم. ما هم دیگه امان از این که زن و شوهر با هم نسازن. من و امیر ابراهیم خدا رو شکر تا الان این نبوده که من یه حرفی بزنم خلافشو بگه. ببخش گوشیم زنگ میخوره، الان میام. الو بابا، الان میام خونه دیگه. من نمیدونم من شیر تو رو میدم، من چیکار تو رو میکنم؟ این داستان 6 صبح چیه برای این بچه ها درست کردن آخه؟ امروز شاینا رو با زور کتک و لغت بیدار کرد. امروز ماماتوسش رو آوردم، این بالشتک بغلیه هستم بغش بچه‌م بدون این خوابش نمیبره. تنها پیجی که اینا رو داره ماماتوسه. با تو ژل زدی؟ خیلی طبیعی کار کرده، اصلا اردکی هم نشده. ما میخوایم این آخر هفته بریم ویلامون. به خدا شاهده میگفتم شما هم بیاین، شما هم این خواهر من، ولی قرار مادر شوهرم نبیان. عروس کوچیکه هم هست آخه، فقط مادر شوهره نیست بگی تحمل میکنیم. آره